نکته جالب در باره خراسان این است که خراسان یک ایده قومی نیست، اما پشتونستان قومی است. وقتی خراسان میگوییم شامل تاجیک، ازبک، ترکمن، ایماق و دیگران می شود. همه می توانند خراسانی باشند. پشتون هایی که در شمال افغانستان زندگی می کنند می توانند خراسانی باشند. عرب های آسیای مرکزی که من آنها را مطالعه کردم می توانند خراسانی باشند. خراسان ایده بسیار خوب است که از آن سخن گفت، چون قومی نیست و ریشه بسیار خوب و عمیق در تاریخ اسلامی دارد. وقتی درباره پشتونستان صحبت میکنیم بسیار محدود است. یکی از دلایلی که من اصطلاح خراسان را میپسندم این است که هر کسی در افغانستان میتواند ادعا کند که یک خراسانی است. چیزی شبیه آن را ما در امریکا داریم. ما همه امریکایی هستیم، چون امریکا یک اصطلاح اختراع شده است. اینطور نیست که کسی بگوید من آقای امریکا هستم و شما نیستید. این یکی از روش‌هایی است که مشکلات تنوع قومی را حل می‌کند. نکته جالب در باره خراسان این است که خراسان یک ایده قومی نیست، اما پشتونستان قومی است. وقتی خراسان میگوییم شامل تاجیک، ازبک، ترکمن، ایماق و دیگران می شود. همه می توانند خراسانی باشند. پشتون هایی که در شمال افغانستان زندگی می کنند می توانند خراسانی باشند. عرب های آسیای مرکزی که من آنها را مطالعه کردم می توانند خراسانی باشند. خراسان ایده بسیار خوب است که از آن سخن گفت، چون قومی نیست و ریشه بسیار خوب و عمیق در تاریخ اسلامی دارد. وقتی درباره پشتونستان صحبت میکنیم بسیار محدود است. یکی از دلایلی که من اصطلاح خراسان را میپسندم این است که هر کسی در افغانستان میتواند ادعا کند که یک خراسانی است. چیزی شبیه آن را ما در امریکا داریم. ما همه امریکایی هستیم، چون امریکا یک اصطلاح اختراع شده است. اینطور نیست که کسی بگوید من آقای امریکا هستم و شما نیستید. این یکی از روش‌هایی است که مشکلات تنوع قومی را حل